به نام خدا. سلام، وقت همه بخیر. امیدوارم همه دارای صحت کامل باشین. امروز میخوایم در مورد انتانات مختلفی که میتونه سیستم تناسلی خانم ها را مبتلا بسازه صحبت کنم. اولین عامل سببی بزرگ و شایعی که میتونه سبب انتانات سیستم تناسلی خانم ها شود شامل کلامیدیا می باشه. کلامیدیا یک نوع عفونت می باشه که از طریق مقاربت های جنسی میتونه برای خانم انتقال پیدا کنه و همچنان میتونه که هم مردا را و هم زنا را مبتلا بسازه و حتی میتونه که در وقت زایمان از مادر به طفل همچنان انتقال پیدا کنه. نزد خانم ها علائم را که کلامیدیا ایجاد میکنه شامل ترشحات غیر طبیعی از محبل می باشه. در هنگام ادرار سوزش خیلی شدید پیش خانم ها ایجاد میشه و همچنان در قسمت پایانی شکم درد پیدا میشه. هنگام رابطه جنسی احساس درد میکنن و همچنان خونریزی بینظمی های قاعدگی و یا خونریزی های ریزشی در بین دو عادت ماهوار نزد خانم میتونه که ایجاد شود. و همچنان قسمی که گفتم هم در نزد آقایان و هم در نزد خانم ها میتونه که اتفاق بیفته. پس علائمش در نزد آقایان میتونه که ترشحات غیر طبیعی از آلت تناسلی باشه، باز هم سوزش ادرار نزدشان ایجاد میشه و همچنان درد و تورم در هر دو بیضه ها ایجاد میشه. ولی در نزد مردها کمتر رایج می باشه و بیشتر در نزد خانم ها میتونه که معمول باشه این بیماری. خب در بعض مریضا هم ممکن از خود عرض علائم نداشته باشه، ولی در نزد بعضی از خانم ها ممکن به فیصدی زیاد از خانم ها میتونیم بگیم که عرض علائم از خود نشان میده. پیامدهایی که در صورت که تداوی نشه میتونه خانم ها مبتلا بسازه شامل ناباروری یا اقامت است که یکی از پیامدهای بعدش می باشه و همچنان بیماری التهابی لگن که روز گذشته در موردش صحبت کردیم که به نام PID یا Pelvic Inflammatory Disease یاد میکنیم. میتونه که بالاخره روی هم رفته باعث PID شوه و همچنان باعث حمل خارج رحمی میتونه که شوه و در دوره بارداری میتونه که به طفل سرایت کنه و سبب عفونت چشم یا مننجیت یا مثلا سپتیسیمیا باعث خیلی از انتانات زیاد در نزد طفل میتونه که شوه. از طریق ادرار هم ما میتونیم که این انتان آزمایش کنیم و همچنان از طریق نمونه گیری از داخل خود کانال محبلی یا سیستم تناسلی میتونیم که نمونه برداری کنیم. تداوی از اینا در کل توسط آنتیبیوتیکا صورت میگیره. مثلا آنتیبیوتیک انتخابی به خاطر این نوع انتان یا کلامیدیا شامل دوکسیسیلین و ازیترومایسین می باشه. در صورت که تداوی نزد خانم انجام شود و خانم نتیجه نگیره، باز باید که تداوی نزد همسرش همچنان صورت بگیره به خاطر از اینکه تداوی خوبتر نتیجه بده. اگر که در مرحله ابتدایی قرار داشته باشه مریض، ما برشان به شکل اورال انتیبیوتیک خود توصیه میکنیم. در صورتی که وقایع خیلی پیشرفته شده باشه قبل از اینکه مبتلا به PID شوه، باز خوب است که ما زرقی به مریض شروع کنیم و حتی در صورت نیاز میتونیم که مریض بستر بسازیم. خب انتان بعدی که میتونه سیستم تناسلی خانم ها را مبتلا بسازه شامل نایسریا گونوریا می باشه. نایسریا گونوریا چی است؟ یک نوع باکتری گرام منفی می باشه که باعث بیماری سوزاک میتونه که پیش هم جنس مرد هم جنس زن میتونه که شوه و همچنان میتونه که از طریق رابطه جنسی بر فرد منتقل شوه و راه های انتقال ازی هم از طریق شریک های جنسی میتونه شوه و هم از طریق مادر به نوزاد میتونه که امکان داشته باشه. علائمش در زنان شامل باز هم ترشحات
غیر طبیعی از محبل است، سوزش یا درد هنگام ادرار، درد پایین شکم، خونریزی بین دو عادت ماهوار و همچنان درد در رابطه جنسی عین کلامیدیا، اینا هم از خود عراض علائم نشان میده. و هم قسم نزد مردها هم شامل ترشح زرد رنگ یا سبز رنگ از آلت تناسلی، درد یا سوزش ادرار و همچنان تورم و درد شدید در قسمت بیضه ها میتونه که ایجاد کنن. در نوزادها خیلی تاثیرات منفی بدر میتونه که بگذاره. مثلا اگر خانم که مبتلا به نایسیریا گونوریا باشه و تداوی نشده باشه، از طریق دوران خون میتونه که به طفلش انتقال پیدا کنه و باعث عفونت چشم و حتی در حالتی که مادر متوجه بیماری خود نشه ممکن است که سبب کوری طفل همچنان شود. در صورتی که تداوی نشه میتونه که سبب اقامت شود، سبب پیویدی شود. همچنان میتونه که از طریق دوران خون به قلب برسه، باعث التهاب قلب شود، باعث التهاب مفاصل شود و همچنان این هم میتونه که باعث حمل خارج رحمی شود. اینو از جمله اختلالات می باشه که اگر درمان نشه میتونه باعث از این اختلالات بشه مریض شود. تشخیصش باز هم مثل کلامیدیا ما از طریق ترشحات و همچنان از طریق ادرار میتونیم که پیش مریض PCR و یا هم نمونه برداری کنیم و کشت کنیم انتانه. درمانش با یا تداویش از نایسیریا گونوریا با سفترکسون و ازیترومایسین صورت میگیره. ببینید دخترها میفهمیم میره که آنتی بیوتیک به خاطر ضد میکروب استفاده میشه. هر جایی که انتان وجود داشته باشه ما به خاطر از بین بردنش از آنتی بیوتیک استفاده میکنیم، ولی نمیتونیم که یک نوع آنتی بیوتیک ما در تمام انتانات استفاده کنیم. باید که نمونه برداری شوه، کشت انجام شوه، کلچر شوه و ما بفهمیم که کدام انتان در مقابل کدام آنتی بیوتیک حساس می باشه. باز ما میتونیم که مطابق از او آنتی بیوتیک مشخص خود انتخاب کنیم که با تحقیقاتی که صورت گرفته، با آزمایشاتی که انجام شده در نایسیریا گونوریا سفترکسون همراه با ازیترومایسین خوبتر نتیجه میده. خب موضوع بعدی که میتونه باعث انتان سیستم تناسلی شوه شامل تریکوموناز می باشه یا تریکومونازیس. تریکومونازیس دخترها یک این هم میتونه که از طریق رابطه جنسی منتقل شوه و از بیشتر دلیلش میتونه که رابطه جنسی باشه و از دیگه طریقا نظر به تحقیقاتی که انجام شده بیشتر امکان نداره که منتقل شوه. و خود تریکوموناز یک باکتری است که میتونه باعث ترشح بدبوی نزد خانم ها شود. ترشحاتی که از کانال محبلی صورت میگیره ممکن با رنگ زرد، سبز و یا همچنان در بعض اوقات میتونه که کفالود باشه و همچنان خارش و سوزش می داشته باشه قسمت سیستم تناسلی و در هنگام ادرار کردن و رابطه جنسی خانم احساس درد و احساس سوزش می داشته باشه. همچنان نوحیه سیستم تناسلی شکل سرخ به خود میگیره که کاملا از نمای خارجی هم بر ما ایره واضح نشان داده میتونه که خیلی عفونت شدید و التهاب شدید ایره مبتلا ساخته. و کلانترین نمونه که ما در تریکومونازیس میتونیم که در پیش خانم ها ببینیم ای است که امی عنق رحم یا سرویکس شکل استرابری را میگیره، یعنی شکل توت زمینی را میگیره. اینمی انتانات امی قسم یک منظره را برای سرویکس میده. و همچنان در بعض خانم ها ممکن که بدون علائم باقی بانه، یعنی ما دکترای نسای ولادی زمانی که معاینه میکنه عنق رحم شبیه توت زمینی میبینه و خوب سرخی و التهاب دیده میشه، ولی خانم نه از افرازات بدبوی و
زردرنگ یا کفالود شکایت میکنه و نه همچنان از سوزش و خارش شکایت میکنه. یعنی هیچ علائم پیش خانم ممکن در بعض اوقات باقی نباشه و در پیش مردها معمولا بدون علائم میتونه که تریکومونازیس باشه، در حالاتی که در پیش فیصدی کم از مردا که میتونه از خود عراض علائم نشان بده، ممکن که سبب ترشحات خیلی کم پیششان شوه و همچنان در هنگام ادرار پیششان سوزش ایجاد شوه و یا هم زود انزالی نزد مردها ممکن است که ایجاد کنه. خب تشخیصش باز هم ما میتونیم توسط PCR یا کشت انجام بدیم و تداوی تریکومونازیس باز توسط 2 آنتیبیوتیک مختلف دیگه صورت میگیره، یعنی توسط مترونیدازول و تینیدازول به شکل خوراکی تداوی از اینا انجام میشه. و به خاطر پیشگیری از تریکومونازیس میتونیم که پیشنهاد بدیم برای مریضا از کاندوم استفاده کنن و همچنان از مقاربت جنسی زود هنگام خودداری کنن و در عین زمان هر دو شریک جنسی باید تداوی شوند. خب اندام بعدی که میتونه سیستم تناسلی خانم ها را مبتلا بسازه شامل مایکوپلازما می باشه. مایکوپلازما ها به حساب کوچکترین باکتری های شناخته شده می باشه که با آخرین تحقیقات ای ثابت شده که یگانه عامل اصلی PID میتونه گینمی مایکوپلازما ها باشه. در پهلوی کلامیدیا میتونه که مایکوپلازما باشه، در حالی که ما تمام اینمی انتانات را که براتون نام میگیرم تمام اینا میتونه که باعث انتانات سیستم تناسلی باعث PID شوه. ولی دو عامل که خیلی شایع است که میتونه باعث PID شوه شامل مایکوپلازما و کلامیدیا می باشه. خب مایکوپلازما هم میگیم باکتری های کوچک است که در از خود یک ساختمان مشخص نمی داشته باشه، یعنی اونقدر کوچک می باشه که حتی میگن در التراساوند های در میکروسکوپ های عادی قابل دید نمی باشن اینا. و همچنان از خود تایپ های مختلف می داشته باشه که یک نوش به نام مایکوپلازما یک نوش به نام مایکوپلازما نمونیا یاد میشه که عامل اصلیش میتونه که نمونیا باشه. دیگه میتونه که نوع دیگهش یوریا پلازما باشه که در مجرای ادراری و تناسلی میتونه که موقعیت داشته باشه و دیگه مایکوپلازما جنیتیلیوم می باشه که عامل عفونت های سیستم تناسلی می باشه. یعنی مایکوپلازما از خود تایپ های مختلف میتونه که داشته باشه. خب تشخیص از اینا توسط PCR انجام میشه و تداویشون با ازیترومایسین، با موکسیفلوکساسین و همچنان توسط دوکسیسیلین. دوکسیسیلین اونقدر برای از اینا مفید واقع نمیشه، ولی میتونیم که پیششان در حالاتی که نیاز باشه که با مریض مثلا با ازیترومایسین یا موکسیفلوکساسین با یک از اینا از خود حساسیت نشان بده میتونیم جاگزینش دوکسیسیلین بسازیم. ولی تحقیقات نشان میده که تاثیرات دوکسیسیلین بالای مایکوپلازما خیلی کمتر می باشه، پس بهتر است که از ازیترومایسین و موکسیفلوکساسین پیش این مریض های خود استفاده کنین. خب انتان بعدی شامل گارتنریلا واژینالیس می باشه که این هم یک نوع باکتری است که کانال واژینال مساب می سازه و به طور طبیعی هم در کانال محبلی یا در کانال واژینال وجود می داشته باشه، اما چی وقتی با از خود عراض علائم نشان میده، چی وقت باعث مریضی میشه وقتی که تعادل باکتریاها به هم بخوره.
ما میفهمیم که سطح جلد ما، امعا، هر قسمت از بدن ما از خود یک سلسله باکتریاهای نرمال می داشته باشه که اونا باید به شکل طبیعی وجود داشته باشه. ولی در بعض حالات زمانی که مثلا معافیت پایان میاد یا از آنتی بیوتیک بیش از حد استفاده میشه و همین قسم ببخشید، در بعضی از حالات دیگه تعادل از اینا زمانی که بر هم میخوره رشد گاردنیلاها بیش از اندازه زیاد میشه و بازدینی حالت است که سبب التهاب شدن کانال وجینال میشه و از خود علائمی که نشان میده ترشح خاکستری یا ترشح سفید رنگ بسیار رقیق می داشته باشه و بوی مثل شبیه خامبوی مایی می داشته باشند و همچنان خارش و سوزش خیلی خفیف نسبت به دیگر انتان از خود نشان میده و گاهی هم پیش بعضی از مریضا بدون علائم باقی میمونه. تشخیص از اینا توسط میکروسکوپ میشه که تشخیص شود، توسط تست پی اچ محبل میتونیم گیره تشخیص بدیم، به خاطر از اینکه پیش از این خانمایی که مبتلا به گاردنیلا می باشه میسوی پی اچ خیلی پیشان بلند میره و همچنان تداوی گاردنیلا توسط مترونیدازول و کلندامایسین به شکل کپسول و یا هم به شکل پماد میتونیم که به مریضا توصیه کنیم. معمولا در این واقعات شریک جنسی نیاز به تداوی نمی داشته باشه. به خاطر پیشگیریش بر خانم‌ها توصیه میشه که بیش از اندازه از تمام شوینده هایی که میشناسین به خاطر شستن کانال محبل استفاده نشه و همچنان از رابطه جنسی زود هنگام اینا خودداری کنن و همچنان از کاندوم باید استفاده شود. خب نوع دیگه که میتونه باعث انتانات پیایدی شود شامل استرپتوکوک وجینالیز می باشه. استرپتوکوکس وجینالیز میفهمین که استرپتوکوک خصوصا استرپتوکوکس نوع بی یک نوع باکتری گرام مثبت است که در دستگاه تناسلی، مجاری ادراری، در روده و همچنان حتی در پیش بعض خانم ها به شکل طبیعی هم تو وجود می داشته باشه ولی معمولا بی ضرر می باشه. اما باز ای که سویه استرپتوکوکس بی که بر هم می خوره در پیش خانم هایی که خصوصا در سنین باروری قرار می داشته باشه و یا همچنان خانم باردار می باشه و یا در دوره نوزادی خیلی ها اساس می باشه. اگر تعادلش بر هم بخوره باز میتونه که حتی سبب سپسیس میتونه که شوه، یعنی عفونت در دوران خون گرد پیشه، سبب مننژیت میتونه که شوه، سبب نومونیا میتونه که شوه و در پیش خانم هایی که باردار می باشن این مرحله باید خیلی اساس پیگیری شوه. مثلا خانمی که باردار است اگر هر نوع انتانات و خارش و سوزش و یا همچنان سوزاکی هر نوع اعراض علائمی که پیشان در دوره بارداری ایجاد میشه خیلی باید به او دقت کنن و پیش دکتر صاحبای نسای ولادی مراجعه کنن، چون میتونه که از بیشتر از خود مادر کده به طفلش بیشتر ضرر برسونه، چون ما موارد را که میتونست خطر برای طفلا برسانه براتون نام گرفتم که شامل سپسیس است، شامل مننژیت است، شامل نومونیا است، حتی سبب التهاب چشم و یا حتی کوری چشم میتونه که شود. پس باید که جلوگیری شود. چطور ما تشخیص بدیم که خانم در سنین باروری یا در دوره باروری مبتلا به یکی از اینمی انتانات شده؟ مثلا براتون مثال میتونم اگر خانمی که مبتلا به استرپتوکوکس بی شده باشه در هفته 35 الی 37 بارداری یک نوع تست است که به نام GBS یاد میکنیم. GBS یا مو گروپ بی استرپتوکوکس مخففش می باشه. یک تست است که به خاطر شناسایی باکتری استرپتوکوک نوع بی در پیش خانم های حامله اینا میتونیم که انجام بدیم به خاطر از اینکه مطمئن شویم آیا از مادر به طفل منتقل شده یا نشده.
و همون قسمی که براتون گفتم در سنین در هفته 35 الی 37 حامله داری ما میتونیم که تست انجام بدیم. به خاطر انجام این تست ما ضرورت به نمونه داریم که نمونه را ما میتونیم که توسط سواب که میفهمین چوب دارای پنبه یا پخته می باشه توسط از او هم از رکتوم هم از کانال محبل ما نمونه میگیریم و این را یا کشت میکنیم یا پی سی آر بالاش انجام میدیم. در صورتی که خانم باردار نتیجه مثبت برآمد که مبتلا به جی بی اس است، باز ما در قبل از اینکه طفل به دنیا بیاید در زمان حامله داری از انتیبیوتیک پنیسیلین داخل وریدی بر خانم شروع میکنیم، به خاطر از اینکه از انتقال به جنین جلوگیری کنیم. خب تمام انتانات را که براتون نام گرفتم دکتر صاحبای گرامی، تمام از اینا میتونه که در شروع قابل درمان باشه. هیچ کدام از اینا در شروعی که ایجاد میشه باعث پی آی دی نمیشه، چون من در لکچر گذشته خود براتون گفتم که پی آی دی عبارت از یک عفونت سیستم تناسلی طرق علوی پیش خانم ها می باشه. یعنی در شروع تمامی انتاناتی که پیش یک خانم به وجود می آید ممکن که 1 هفته یا 10 روز زیاد دوام نکنه، در صورتی که تداوی نشه ممکن است که پیشرفته شوه بره به 3 ماه به 6 ماه بالاخره مزمن شوه. زمانی که مزمن شد کرونیک شد، یعنی از 6 ماه به بالا پیش خانم دوام پیدا کرد، باز میتونه که باعث پی آی دی یا پلویک انفلاماتوری دیزیز نزد خانم ها شوه که باز پی آی دی روی هم رفته ممکن باعث اقامت شوه، ممکن باعث سرطان های رحم شوه و هر قسمت دیگه از رحم و حتی به عضوهای مجاور دیگه از بدن میتونه که منتقل کنه خوده و میتونه که هر قسمت رحم شامل که براتون نام میگیرم شامل اووری ها، عنق رحم، قسمت فندوس رحم، قسمت سرویکس، هر قسمت از رحم هم میتونه که فالپیان تیوب ها هر قسمت هم میتونه که مبتلا بسازه پی آی دی و همچنان میتونه که به قلب، به کلیه ها و به مثانه، به هر قسمت دیگه از بدن مریض منتقل شود. پس خوب است که هر بیماری، هر عفونت را که ما در بدن خود متوجه میشیم با او توجه داشته باشیم و نزد دکتر صاحبای نسای ولادی مراجعه شود تا ای که نظر به تاریخچه که از مریض گرفته میشه، نظر به اعراض علائمی که پیش مریض دیده میشه، در صورتی که اگر زمینش مساعد باشه خوب یا پی سی آر انجام شود یا کشت انجام شود، در صورتی که زمینش مساعد نباشه ما میتونیم که نظر به اعراض علائم از مریض به تشخیص نهایی برسیم که خانم کدام یکی از این انتانات را که امروز من براتون شرح دادم مبتلا شده. باز مطابق اون اعراض علائمش هر کدامش که براتون نام گرفتم از خود آنتی بیوتیک های مشخص خود داره، ما میتونیم که به مدت 1 هفته 10 روز الی 14 روز میتونیم که پیش مریض خود از این آنتی بیوتیک ها توصیه کنیم و همچنان در پهلویش بر مریض خود پیشنهاد میدیم که حفظ الصحه خود مراعات کنه، سیستم معافیتی خود از طریق خوراکی بلند ببره، مثلا شیرینی زیاد استفاده نکنن، نوشابه های گازدار زیادتر استفاده نکنن، برعکس به جایش از میوه و سبزیجات و مغزیات زیادتر استفاده کنن به خاطر از اینکه سیستم معافیتی بلند بره و همچنان رابطه جنسی را در هفته محدود بسازن. این بود لکچر امروز ما. امیدوار هستم که دانسته باشین، چیزی از ما یاد بگیرین. وقت همه بخیر. خدا نگهدار.